قرار است که امروز یک اولی عاجل فروش برای شما به معرفی بگیرم. موقع ما نوع نوم است، بسیار عالی. شهر مزار شریف، پروژه اس. 50 متر پیش برین مسجد است. بسیار عالی. طرف هم کوچی 8 مکتب است. در مورد تیکت خاکی از بگو، در مورد این تیکت خاکی داره، از شاروالی هم تیر شده است. هر کس خواسته باشه باز قباله هم بگیره، مشکل نیست. صاحب زمین باز کتشان همکاری میکنه. 1000 دلار دیگه‌ش هم کم میکنه. 29000 دلار آمریکایی وطندار است. چای مقدار مساحت 450 متر است. پروژه قرار داره در ناحیه شهر مزار شریف. صفای اولیش هم پاک است. اولیش هم پاک است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. بیننده های خوب چینل یوتیوب بلخ زیبا، امیدوار هستیم که در هر کجا هستین جور و شما را یک بار دیگر به دیدن و شنیدن گزارش امروزی ما خوش آمدید میگم. بیننده عزیز، ما فعلا در شهر مزار شریف قرار دارم، دقیقاً در ناحیه نهم در پروژه است. قرار است که امروز یک اولی عاجل فروش برای شما به معرفی بگیرم. میریم از 0 تا 100 تمام مشخصات از این پرسان میکنیم و ببینیم در کدام موقعیت یالی قرار داره و چه مشخصاتی داره. قسمی که بیننده عزیز در تصویر میبینید دیگه پیش برادر آقای صاحب احمدالله ترکمن قرار داریم. السلام علیکم. حسن باشین. خوب هستین؟ جان جور است؟ بخیر هستین؟ تشکر. سلامت زنده باشین. در نخست یک سلام کلام برای دوستا و وطندارا داشته باشین. یک سلام خاص به بیننده بلخ زیبای چینل یوتیوب شما. تشکر. سلامت زنده باشین. یک معرفی کوتاه داشته باشین. عبدالغنی هستم. بسیار خوب. غنی جان عزیز، امروز موضوع از چه قرار است؟ فعلا ما در کجا موقعیت قرار داریم؟ موقع ما نوع نوم است. بسیار عالی. شهر مزار شریف، پروژه اس. بسیار عالی. بله. در پروژه اس قرار داریم. بله بله بله. فکر کنم یک زمین عاجل فروش است. یک زمین عاجل فروش است. اولی ساده است دیگه بگویم. بله بله. بسیار خوب. مشخصاتی که در این موقع قرار داره، مکتب چگونه است، مدرسه چگونه است، در این موضوع که اینجا یک 50 متر پیش برین مسجد است. بسیار عالی. طرف هم کوچی 8 مکتب است. بسیار عالی. ما شما میریم داخل وطندارای عزیز. دوستا وطندارایی که ضرورت دارن و اولی عاجل فروش میخواین بلاگ جور کنن، میخواین زندگی داشته باشن، یعنی نمره دیگه برایشان جان است وطندار عزیز. در مورد قیمتش هم برای شما پرسان میکنیم. یعنی جان ما خودت میریم داخل دیگه. مهربانی. ببین این اولی است دیگه. بسیار سابقه است دیگه. اولی سابقه است بسیار. بعضی از دوستا دیگه اینا حتما نمره گفتن میخرن. ولی اینا باز اگه خواسته باشه چاپ کنه یگان بلاک هم پرت میشه. بله بسیار. یعنی جان ما خود این استقامت سات میشیم. در مورد مساحت دیگه چقدر مساحت داره؟ این 450 متر است. 450 متر مساحت داره. بسیار عالی. بسیار خوب. در مورد تیکت خاکی از بگو، در مورد این تیکت خاکی داره، از شاروالی هم تیر شده است. هر کس خواسته باشه باز قباله هم بگیره، مشکل نیست. صاحب زمین باز کتشان همکاری میکنه دیگه. قبالش یعنی کسی که خریداری کنه اما قباله بدوش از اون میشه. تمام مشخصات داخل شارو خلاص است. بله بله. بسیار عالی. بسیار خوب. چای هم گفتین داره؟ چای هم داره ولی اول اونم اونجا است. چای بسیار خوب. چای هم هم وطن داره داره. مساحت 450 متر مربع می باشه. موقعیتش هم بهترین موقعیت قرار داره. دیگه اینا در مورد قیمتش پرسان کنیم چگونه است؟ قیمتش هم یکم این دو دانه اولی است. نصفش طرف از نصفش طرف از. اگه اینا جور هم نکنه فرض مثال اینا کرام بته میشه. 4000 دو دانه را 8000 کرام میگیره. موقعیتش بسیار خوبش از دیگه. موقعیت نوعی نو است. پروژه است. زمین دیگه چند اتاق داره فعلا؟ 6 اتاق است. دوستا وطندارایی که میخواین تازه جور کنن، بلاک جور کنن میشه و میخواین که بکرام بتن میشه. باز اگه کسی که توان قدرت داشته باشه جورم کنه مشکل نداره. بله بله. قیمت از زیر 34000 دلار میگیره. 34000 دلار آمریکایی. 34000 دلار آمریکایی. بازی دیگه به خاطر مسافرها ان شاء الله کم میکنیم دیگه. یا وطندار بیادری آقای صاحب احمدالله ترکمن از دیگه. بسیار خوب. 34000 دلار، 33000 دلار، 33000 دلار، 32000 دلار، 31000 دلار، 31000 دلار، 30000 دلار. کتا پایین رو بیادر.
$1000 دلار دیگه هم کم میکنم. 29000 دلار آمریکایی وطندار است. چای عمیق داره، مساحت 450 متر است. پروژه است قرار داره در ناحیه شهر مزار شریف. صفای اولیش هم پاک است. صفای اولیش هم پاک است ولی بیل برق هم داره. برقش هم است. شرایطی که فعلا نو پیشتر خودت گفتی، کسی که بخره قواله اولی بدوش ازو میشنی. بله. و کسی که مثلا میخواد که دارای قواله باشه باز بدوشی فروشنده میشه. فروشنده میشه. بسیار عالی. از برقش بگیم. برقش هم خوب است. برق داره دیگه 24 ساعت برق داره. برقش ولی برقش هم بسیار قوی است، مستقیم است. برقش هم مستقل است. ولی میتر داره دیگه. بسیار عالی، بسیار خوب. خب دوستا وطندارایی که ضرورت دارند و اولی عاجل فروش میخواین بلاگ جور کنن، میخواین خانه جدید جور کنن یا میخوان در این خانه زندگی کنن و کرا بدن دیگه، این فرصت از دست ندن. بله. بسیار خوب. 100 قدم پیش رفتین سرک 40 متر است. این طرف در چوک اسبا میبره، نزدیک است دیگه. چوک اسبای طرف میبره. بله این از اینجا قیر میشه هم بخیر. سرک 40 متر. بله سرک 40 متر است. این هم دمی زودترین فرصت بخیر قیر میشه دیگه، شروع میشه بخیر. بسیار یعنی در کنار سرک 40 متر قرار داره. بله. بسیار نزدیک است. این طرفش هم باز سرک دیگه حلقه‌ای است. چی است دیگه؟ کوچک از مال بازار است. بله. این باز قیر است، کانکریت است. بسیار عالی. دوستا وطندارایی که میخواین یک اولی عاجل فروش خریداری کنن با قیمت 29000 دلار آمریکایی، دیگه فرصت از دست ندین. دوستا وطنداری که ما رو در فیسبوک تعقیب میکنن، یوتیوب تعقیب میکنن، تیک تاک تعقیب میکنن، اینستاگرام تعقیب میکنن، دیگه این اولی عبدالغنی جان دیگه شماره تماس با شما و شریک میسازه دیگه. خودتون میزنین عبدالغنی جان. شماره تماس خبری وطندار 0780 88 96 73 0731 72 82 20. تشکر و سلامت باشید. بخیر باشید. دوستا وطندار فرصت از دست ندین دیگه. شما رو به خداوند یکتا به همتا میسپارم. خدا نگهدارتون.